الگوی مطلوب من انتخاب کردن نقطه تعادلی است که هم بیشترین تحفظ بر فقه بشود، فقه موجود، فقه دارای اتوریته در این ساختار اجتماعی، که بخش مسلمین و متدینین بگویند این قانون خلاف ما انزل الله نیست، هم از طرف دیگر دغدغه‌های حقوق بشری و دغدغه‌های اخلاقی رو تا حد ممکن رعایت کنن. و الا اون بخش از جامعه شروع میکنه که این ساختار مطلوبهای من رو رعایت نمیکنه. بعد مسلمین چی میگن؟ میگن این نظام طاغوته. بعد تمام آثار مترتب بر نظام طاغوت بر این نظام مترتب میشه. ببینید افراد، شهروندان و اندیشمندان در میانه دو اردوگاه مختلف فکری قرار دارن. اردوگاه شرع گرایان و اردوگاه عقل گرایان یا عرف باوران. آن چیزی که حیات مسلمین رو در طول تاریخ تلاش کرده هنجارمند کنه دانش فقه به عنوان یک امر موجود. از طرف دیگر هم ما مواجهیم با آورده های دنیای جدید که از حکومت مدرن شما شروع کنید تا حقوق بشر و امثال ذالک. علالقاعده جریان اول تلاش میکنه، یعنی جریانی که جریان اسلامگرای فقه‌گرا، یک حالت انحصار طلبانه‌ای رو بعضی وقتا شکل میده، طوری که تلاش میکنه تمام ابعاد حیات رو از آن خودش بکنه با عدول از مبانی خودش و بگه آقا جون همه چیز در اختیار فقه و شریعت باید باشه. رویکردهای رادیکال اون جریان دوم همینه. جریان دوم هم در رویکردهای مختلفی درش شکل میگیره که چی بیان بگن آقا جون اساساً اینی که شما دارید میگید اسلام نیست و یک چیز دیگری است اسلام. ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و اون اینه که آیا میخواییم یک طرف بایستیم و سمت دیگر رو نفی مطلق کنیم، یا این که نه میخواییم در میانه این دو اردوگاه به نقطه دیگری برسیم، نقطه‌ای که تلاش میکنه ضمن داشتن دغدغه‌های حقوق بشری و جریانات موجود در دنیا که آورده های عقلانیت مدرنه، در عین حال تلاش میکنه که خودشو کاملا منسلخ از نصوص شرعی نکنه. اون کاری که ما میتونیم بکنیم این است که به چه نحوی این دوتا دنیا رو به نحوی جمع کنیم که حال ما، حکمرانی ما، وضعیت ما بهتر بشه. خب که هنر نیست که یک اردوگاه یکی رو سلب کنه. خب که از اول همین دعوا بوده دیگه، این دعوا بوده، ادامه هم داره. من پیش بینی میکنم این ادامه داره، چون تو وضعیت نظری که من دارم در کشور میدم این ادامه داره. میخوام بگم این خیلی هنرمندانه نیست که من بیام آقا این سلام علیکم این اردوگاه رو حذف کنم. به همین خاطر دو طرف رادیکال و تمامیت خواه این دو اردوگاه خیلی خیالشون راحته. چرا راحته؟ چون اونو سلب میکنه میگه تمام حرف درست کاملا منم. ما قراره در این ساختار دولتی رو شکل بدیم که این دولت هم بتواند ماکسیمایز کنه مطالبات این جریان رو، هم ماکسیمایز کنه مطالبات جریان مقابل رو. جریان روشنفکری غالب عزیزان اندیشمند شاید به این توجه نکردن که آقا بسیاری از این دغدغه‌های ما روی همین اسلوب موجود هم ممکنه برآورده بشه. میخوام بگم این رو میشه تأمل کرد در کاهش اعدامش، در کاهش تفاوت‌ها، در ایجاد عدالتش. این دغدغه‌ها رو میشه گرفت از حقوق بشر. اگر این دغدغه رو بپسندیم اون وقت میریم سراغ این ور. ما از دایره استنباط موجود خارج نمیشیم. اون شیوه حکمرانی مطلوب امروزه از اون به عنوان دولت بی‌طرف یاد می شود. دولت بی‌طرف یه دولتیه که هیچ کدوم از اون نظام‌های هنجاری
و ارزشی جامع رو مفروض نمیگیره و به خودش اجازه نمیده که اون نظام رو با پشتوانه قانونگذاری و اون ضمانت اجرایی قانونی و نیروی در واقع پلیس یا نیروی اجرایی اون رو به صورت قانون در بیاره، لباس قانون بر تنه، اون ارزش‌ها و هنجارهای اون دین خاص بکنه و این رو در کل جامعه در واقع بخواد پیاده بکنه و تحمیل بکنه. دین و حقوق بشر رو به عنوان دو تا منبعی که میتونن اون وضعیت مطلوب و اون حکمرانی مطلوب رو برای ما تعریف کنن در نظر گرفتیم. این دو تا منبع هنجار اون تصویری که از وضعیت مطلوب در اختیار ما قرار میدن و اون راهی که از اون راه ما میتونیم به اون وضعیت مطلوب برسیم، اگر هنجارهای ناظر به این دو مورد رو که از این دو تا منبع میگیریم اینا همسو باشن با همدیگه، ما مشکلی نخواهیم داشت. اما خیلی وقتا اون تصویری که این دو تا منبع از اون شیوه حکمرانی مطلوب و از اون در واقع ویژگی های اون کسی که حق حکومت و زمامداری رو داره در اختیار ما قرار میدن، این دو تا تصویر با همدیگه ناسازگارن و ما ناگزیریم که بین این دوتا دست به انتخاب بزنیم. پیروان هر دینی برای خودشون یک نظام ارزشی و هنجاری خاصی دارن، از جمله اونهایی که مسلمانن برای خودشون یه شریعتی دارن، یه اخلاقی دارن. پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که ما چگونه روابط این شهروندان رو با همدیگه تنظیم بکنیم و اون شیوه حکمرانی که در این جامعه میتونه در واقع یک فضایی رو فراهم بکنه که در اون فضا هر کدوم از پیروان این نظام‌های جامعه خیر بتونن اون ایدئال خودشون ترغیب بکنن. این وضعیت در اینجا چجوری میشه؟ یعنی اون شیوه حکمرانی مطلوب در اینجا به چه صورت در میاد؟ اگر این شیوه حکمرانی مطلوب بخواد مبتنی باشه بر آموزه های ارزشی و هنجاری یکی از اون ادیان، اون نظام جامعه خیر پذیرفته شده در اون دین خاص بر شهروندان دیگه تحمیل می شود، برخلاف میل و اراده و تمایل اونها. بنابراین ما در اینجا نمیتونیم اون نظام ارزشی و هنجاری یکی از اون ادیان رو به عنوان در واقع منبع هنجارگذار برای اون شیوه حکمرانی مطلوب انتخاب بکنیم. اولا شما فرمودید که ما نباید به فقه نگاه شابلونی بکنیم. خب من میگم به حقوق بشر هم نباید نگاه شابلونی بکنیم. اما اینکه شما میگید به نقطه تعادل برسیم، من این کاملا قبول دارم. اما چجوری به نقطه تعادل برسیم؟ بدون بازنگری در معرفت شناسی فقه و متد استنباط فقهی شما نمیتونید به این برسید. اونجا شما باید حجیت ظنون عقلی و تجربی رو در عرض حجیت ظنون نقلی به رسمیت بشناسید، بگید همون جوری که اینا اعتبار دارن اونا هم اعتبار دارن، بعد بیایم اینا رو توزیع بکنیم در هر موردی که این دوتا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، توزیع بکنیم. هر کدوم که دلیل سنگین‌تری به سود او وجود داشت همون رو به صورت قانون در بیاریم و عمل بکنیم. این به نظرم راه حل معقولیه که میشه ازش به نحو عقلانی دفاع کرد. من ادعام اینه که اون کسانی که اصول فقه سنتی رو نوشتن در تشخیص این بنای عقلا خطا کردن و تا این خطا برطرف نشه در به همون پاشنه خواهد چرخید. شما بیایید نظام مطلوبتون رو مردم معرفی کنید، نظام هنجاری حقوق عمومیتون رو مردم معرفی کنید. بگید اون قانون اساسی که در آرمان شهر شما میخواید ازش حرف بزنید و بهش ببالید چیست؟ من گفتم دولت بی‌طرف. نسبت حکمرانی با حقوق بشر تقیده. حکمرانی باید به حقوق بشر مقید باشد. حالا و نسبت حکمرانی به دین بی‌طرفی است. دولت، قانونگذار، نظام و حکمرانی در معنای اعمش که شامل سه قوه میشه، اساساً علت وجودیش این نیست که بیاد انسان متدین تربیت کنه.
علت وجودیش هم این نیست که بیاد انسان متخلق تربیت بکنه. نه قرار است که ما رو به بهشت ببرد، نه قرار است که ما رو به جهنم ببرد. حکمرانی، نظام حاکمیت، چنان که فیلسوفان حقوق به درستی بیان کردن، برای پاسخگویی به یک نیازه. اساساً جعل انسانی، اعتبار انسانی تابع غرضه. ما میگیم اعتباریات تابع اغراضن. چرا اومدن گفتن که یک شخصیت حقوقی به نام دولت رو تأسیس کنیم؟ به خاطر اینکه در وضع طبیعی ممکن بود اقویا ضعفا رو ببلعن. اجازه زندگی کرامتمند و طبیعی و پاسخگویی به غرایز و نیازهای انسانی رو از دیگران سلب کنن. گفتن یک دولتی تأسیس میکنیم که بیاد مانع بشه که دیگران به یکدیگر ضرر بزنن و مانع زندگی خودشکوفای شهروندان در جامعه بشن. برای این بود. لذا وقتی که من میگم شما حق ندارید در نظام زندگی من، در نظام ارزشی من، در جهانبینی من مداخله بکنید، نه به این معناست که من هر کاری بکنم درست و صحیح هست اخلاقا و از نظر دین. نه، از این باب که این بیزینس شما نیست و به شما ربط نداره آقا یا خانم دولت نیست. تقید اخلاقی به اصول اخلاق جهانی است و به اون چیزی که یا اجماع همپوش درش وجود دارد یا قریب به اجماع همپوشه، که همه نظام‌های اخلاقی میگن که آقا همین اصل طلایی که در اخلاق مطرحه، هر آن چیزی که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر آن چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یک عنصر رو، یک شهروند رو در جامعه خودی و سوگلی حکومت نکن، یک کسی رو، یک عنصر دور افتاده مطرود متروک. اولین پرسش اینه دولت برای چی آمده؟ دولت برای آن آمده که انسان‌ها به هم ضرر نزنن. پس اساساً کلاً دعوای تمامیت خواهی و به قول جورج اورول اون برادر بزرگتری که همه جا هست، اساساً از سامانه حکمرانی باید خارج بشه. تمام دعوا اونجایی اتفاق میفته که شما میگویید حالا یک دینی هست که اصول اخلاق جهانی رو نمیپذیره. نسبت به این دین میشه بی‌طرف بود یا نه؟ با صدای بلند اعلام میکنم نسبت به این دین نمیشه باید بی‌طرف بود. دولتی که باید نسبت به ادیان بی‌طرف باشه و شهروندانی که باید نسبت به هم روادار باشن در برابر عنصر تمامیت خواه مزاحم بی‌طرف نیستن. باید دست او را از قدرت عمومی کوتاه کنم. من به عنوان یک دانشجو و جامعه انسانی به عنوان ابناء بشری عقل را میشناسیم. حجیت عقل هیچ مناقشه‌ای درش وجود نداره. اگر هم مناقشه وجود داره باید زدش به دیوار. اگر توصیف ادیان ابراهیمی از خدای حکیم و علیم دقیق باشه، نمیتونه چنین خدایی قانونگذاری موافق عقل بکنه. خب چه من ایتئیست باشم، چه ندانم گرا باشم، چه متدین باشم، حرف خلاف عقل رو از هیچ منسوب به شریعتی نمیپذیرم. حکم عقل دولت بی‌طرف و شهروند روادار. خب حالا یه اختلافی پیش میاد. آقای دکتر برهانی میفرمایند اسلام به حمله شایع اسلامه و اساساً هم با دولت بی‌طرف سازگار نیست. من میگم من با حکم عقل طرفدار دولت بی‌طرفم. آقای دکتر فنایی میفرمایند حکم عقل و اسلام هر دو با دولت بی‌طرف سازگارن. من میگم من بازم با دولت بی‌طرف سازگارم. این که شما میگید اسلام با این میسازه یا نمیسازه، این یک دعوای درون دینیه، در جای خودش هم میتونیم بحث بکنیم. منم در این زمینه بی‌نظر نیستم، ولی در این که دولت بی‌طرف حکم عقل تردیدی نیست و در این زمینه مناقشه‌ای رو ما نمیپذیریم. حقوق بشر نه این اعلامیه موجود که کف مطالبات ماست. این یک سندی است که از دل بدبستان‌ها و مذاکرات و زد و خوردهای قدرت‌های سیاسی برآمده است. حقوق بشر بسیار بیش از این است و باید در نهایت در حکمرانی مطلوب همه اونها قید هر حکمرانی قرار بگیرند.